يجي بيو السلام عليكم نازك سلام کن این پجان چطور بشه شما ایوان کنو دوداری شوهر تو آکاش آکاش یا شما نی گوبیده کنی بيو شوهر تو نسا خونه يجي بيو سلام كن اینم يجي بيو بگه راستی رفته راسیه يجي رفته بيو های ما راسیه خونه شما مهمونی اومدیم اپا جان ای طرف اینه این بچه مهاجرت جان. بيو يجي بيو صاحب کارای مهاجر هم یکی بیا. نماینده شاید بيو يجي بيو مام بگو پیشتا بنا يجي بيو بيو سلام كن پول متيان يجي بيو این ان پول متيان سلام كن شیپی خانمانه بیا يجي بيو همه مرد کن راستی گردی بيو سو متيان بيو های پجان ما ای طرف مهاجرت و جی بچه امکان مقصد شما در یوردم اینه انشاءالله باوری داریم که امروز مهمونی که ما خونه شما اومدن شوهر تو در تلویزیون و در اینترنت وبیلا که ما خونه شما اومدن اکرشون دستگیری کردیم انشاءالله آپشن شما پیشتا بنا من اوچشم بسه اوچش پایم سلام علیکم اکر سلام سلام علیکم احزه سوزه هوا خوب سلام علیکم بچه جان حسن خلا جان از سرزن ها نداری ولی ساعت خودم پول میارم تا ولی کم بگیرم میارم بعد ها ولی بگیرم سلام علیکم برم تا برو جان از سرزن بیا مام برم جان زایم بیرد بنادر بیا خیلی برم بیا اینه پرویز جان ای دوشنبه همین صاحب کارای مهاجره که در روسیه کار میکنن نماینده شونه و یه مبلغ جمع کردن همین خیلی وایشی بین خودشون اقدام گرفتن که هم خیلی آدمای منم خیلی معیوب ده به قدر امکان یک چیزی مثل ناچیز هم باشه یاردم کنن در همین ماهی رجب در حق همین یگیتای مهاجر دعا که خاله جان ایسی خاله جان بچه ها نمیدن بیا خاله جانه آمین برای آمین خدا تمکاشان صحت کنه عمرکاشان دراز کنه وقت کارشان خوش کنه همیشه مدام با توی و تماشا با خنده و با گفته با عمر دراز همه خیلی کردگیشان رو به درگاه خداوند کریم قبول بگردیم آمین بیا نشینیم خاله جان فامیلیت کیه؟ خواده فیضی اینه 100 تومن هم خپی خاله جان بسم الله الرحمن الرحیم ای با ارد و روغن و شکر و مکرون بریج اومدگی هزاران بار مفروره فقط در فامیلیت چه خاله جان؟ خواده فیضی روزیه أحبك مثلما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثل ما